ассалому алайкум надагони азиз. برنامه تلویزیونی اخبار از تلویزیون تاجیکستان با تازه‌ترین خبرگزاری شما منظور شما می‌نماییم. توجه کنید به سرخط خبر. یگانه راهی مبارزه با بیماری‌های سیرایتی واکسیناسیای اهالی میباشد. شهروندان را ضرور است برای مستحکم نمودن مسئولیت بدنی خود از واکسن استفاده نمایند. نفرانی که مخصوصا بیماری‌های دل و رگ‌ها دارند، بیماری‌هایی که مزمن غیر سیرایتی دیابتی قند دارند و آنها به گروه خطر داخل می‌شوند، آنها پیش از همه باید واکسینه کرده شوند. تدبیرهای آبادانی در شهر حصار بیش از 10 انشاءات گوناگون تعیینات در دهات مورد استفاده قرار داده شد. دستگیری فعالیت صاحبکاری و رشد بخش خصوصی در ولایت سوخت برای تقویت فعالیت صاحبکاری قرض‌های امتیازناک پیشنهاد کرده می‌شود. امکانیت‌های عالمان تاجیک در سمت پیشنهاد تخمی با صفت به کشاورزان. با خوجکداران توصیه می‌دهیم که نوعی که عالمان تاجیک امروز اختراع کرده ایستادند برای ثمراناکی و درآمد خوجگی این یک فایده خوبی میباشد. تقویت اقتدار صادراتی مملکت، آغاز جمع‌آوری حاصل انگور در ناحیه جلال‌الدین بلخی. امروزها گذرانیدن واکسن بر ضد بیماری کووید 19 در مؤسسه‌های کمک اولیه طبی و مرکزهای سلامتی شهر و ناحیه‌های مملکت در سطح بلند تشکیلی به راه مانده شده است. علم معاصر ثابت نموده است که یگانه راه مبارزه با بیماری‌های سیرایتی واکسن محسوب می‌شود. از این رو شهروندان را ضرور است برای مستحکم نمودن مسئولیت بدن خود از واکسن‌هایی که موجود هستند استفاده نمایند. گذرانیدن واکسن ضد بیماری سیرایتی کرونا ویروس برای شهروندان سنی از 18 سال بالا حتمی است. زلفیه رحیم‌زاده از روند واکسن گذرانی گزارش می‌دهد. واکسینه ها توسط مطابقت و آماده کردن ارگانیسم انسان برای محافظت طبیعی و نظام مسئولیت کار میکنند و مقابل ویروس و باکتری ها مبارزه میبرند. از این رو متخصصان ساحه طب یکی از راه‌های مبتلا نشدن به بیماری کووید 19 را در گرفتن واکسن بر ضد سیرایت مذکور معنی داد میکنند. اوید به گرفتن واکسن میان اهالی عقیده ها گوناگون است، ولی باید حتما به معلومات با اعتماد تکیه نمود و از روی توصیه متخصصان ساحه تندرستی عمل کرد. در رابطه با این که ها باید حتما واکسن گیرند. نفرانی که مخصوصا بیماری‌های دل و رگ‌ها دارند، بیماری‌هایی که مزمن غیر سیرایتی دیابتی قند دارند و آنها به گروه خطر داخل می‌شوند، آنها پیش از همه باید واکسینه کرده شوند. باقی مانده اهالی باید طبق امکانیت‌ها و با نوبت یعنی از واکسیناسیون بگذرند. واکسن گرفتن کدام گروه‌های آسیب پذیر به تأخیر گذاشته می‌شود؟ و گروهی که باید واکسینه کردن نشوند یا اینکه موقتاً باید از واکسن زنی بازداشت شده باشند و این گروه زنان حامله، زنانی که کودک نوزاد و شیرخواره دارند. خب غیر از این نفرانی که به نزدیکی یعنی که در دوامی تا 6 ماه از بستری بیماری برخیستند، یعنی که بیماری کووید را اثر گذراندند. دیگر نمودهای بیماری سیرایتی یعنی که غیر کوویدی نیز هست، آنها تا مدتی تا 3 ماه. غیر از این نفرانی که دارای بیماری‌های مزمن غیر سیرایتی از قبیل بیماری‌های سرطانی هستند و بیماری‌های سر یا اینکه اپیلپسی دارند. با این گروه اشخاص سیستم تندرستی وزارت تندرستی و اجتماعی جمهوری تاجیکستان توصیه نمی‌دهد. امشب و روزها مشاهده می‌گردد که با در نظر داشت وضع به عمل آمده ساکنان به مرکزهای سلامتی محل زیستشان آمده واکسن می‌گذرانند. من عزیز و پروینه استخدام کننده شهر دوشنبه امروز واکسن گرفتم. واکسن برای سلامتی من این مهم میباشد. هر یک شخص باید برای پیشگیری و حفظ سلامتی خود باید واکسن را حتما گذراند. واکسن به شهروندان مملکت طریق رایگان گذرانیده می شود. اهالی از روند واکسن گذرانی اظهار قناعتمندی نمودند. من حسنов کامران بر ضد کرونا ویروس واکسن حاضر گذراندم. از روی پیشگیری نمودن از کرونا ویروس واکسن بهترین است. من حاضر واکسن گرفتم برای بیماری کرونا ویروس. از همه شهروندان خواهش میکنم که آماده واکسن نگیرند. نفرانی که واکسن ضد بیماری سیرایتی کرونا ویروس نگرفته اند حتما باید به طبیبان عائلوی و یا به مؤسسه‌های تندرستی محل زیستشان مراجعت نمایند. همزمان برای محافظت نمودن خود و نزدیکان از سیرایت کووید 19 رعایت فاصله بین همدیگری، استفاده نقاب و زود با صابون شستن دستان را فراموش نباید کرد. زلفیه رحیم‌زاده، اهل‌دین کریم، فیروزی موسی، اخبار. ادامه برنامه اخبار.
در شهر حصار در دایره تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری و استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلال دولتی بیش از 10 انشاءات تعیینات گوناگون مورد بهره برداری قرار داده شد. با مورد عمل قرار گرفتن انشاءات مذکور در برابر بلند برداشتن سطح کار و خدمت رسانی همچنین ده‌ها نفر به جای کار و معاش خوب تامین گردیدند. گزارش از شهر حصار. در شهر حصار با اشتراک گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری معاون سروزیر مملکت مطلوب خان ستاریان و راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر چند انشاءات گوناگون تعیینات مورد بهره برداری قرار داده شد. انشاءات مذکور در دایره تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی و تقویت اینفراستراکتور دهات با همه صاحبکاران موفق شهر بنیاد و نوسازی کرده شدند. سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی نیز که مقصد اساسی آن بهسازی وضع کار و خدمت در دهات می باشد و این روند تکانی جدی بخشید. در جماعت دهات سامان با سهمی صاحبکار فخرالدین رحمتوف مرکز خدمت رسانی مورد بهره برداری قرار داده شد. در انشاءات مذکور داروخانه، مغازه فروش مواد خوراکی و دکان فروش گوشت عمل می کند که شرایط مساعد خدمت رسانی در آنها موجود است. من بعد ساکنان دهه شورابی اسکندر از این مرکز سودا ثمرناک استفاده نموده نیازهای خود را از قبیل داروواری، مواد گوناگون خوراکی و گوشت قانع می نمایند. نانوایخانه، نقطه شستشوی نقلیات، مغازه‌های فروش آرد، مصالح روزگار، عطریات، مواد خوراکواری، گوشت، داروخانه و نقطه فروش غذاهای تستیار در دهه غیرت‌آباد دهات سامان به استفاده داده شد. انشاءات مذکور نیز با سهمی صاحبکار بلال عالمزاد بنیاد کرده شده. در آن شرایط خوبی نگهداری محصولات، مخصوصاً محصولات زود و ایران شونده موجود بوده. ده‌ها نفر با جای کاری دائمی تامین گردیدند. شرایط مساعد استراحت و فراغت در دهه دوچناره دهات سامان با سهمی صاحبکاران اهالی در دهه مذکور چایخانه و تالار مجلسگاه بنیاد مورد استفاده قرار داده شد. همچنین اتاق کاری رئیس کمیته دهه نیز با شرایط مساعد کاری بنیاد شده است. من بعد در این مکان‌های جمعیتی ساکنان می‌توانند استراحت خود را کامل نموده چهاربینی و مجلس‌ها را در مجلسگاهی بر هوا گذرانند. در همین دهه همچنین سرتراشخانه نیز بنیاد شده است که برای اهالی دهه خدمت رسانی با صفت را پیشنهاد می‌نماید. گروه کاری همچنین به محله نعمت قربایی و جماعت شهرک حصار آمده نقطه تعمیر نقلیات و مغازه فروش قسم‌های احتیاطی را که از جانب شادی شریف بنیاد شده است با استفاده سپردند. در این نقطه خدمت رسانی شرایط خوبی کار فراهم بوده بر رانندگان خدمت سطح بلند رسانیده می شود. با مقصد بهسازی سطح خدمت رسانی طبی به اهالی در دهه دهقان‌آباد جماعت دهاتی دهقان‌آباد با سهمی صاحبکار بینای علاوگی مرکزی سلامتی به استفاده داده شد. همچنین در دهه صادقی نیز بنگاه نوی طبی با شرایط مساعد کاری بنیاد کرده شده است. انشاءات مذکور امروز به استفاده داده شده در آن برای ساکنان گشوده شد. در دهه صادقی همچنین در این روز کارگاه دوزندگی، مرکز خدمت رسانی و مغازه فروش مواد غذایی افتتاح کرده شد. در کارگاه دوزندگی جوان دختران دهات با آموزش کسب مشغول بوده. همچنین امکانی دوختن لباس‌های گوناگون ملی نیز در آن فراهم است. مرکز خدمت رسانی و مغازه نیز سطح بلند خدمت رسانی را به اهالی پیشنهاد می‌نماید و چند نفر صاحب جای کار گردیده است. با مقصد تکمیل اینفراستراکتور شهر امروزها بنیاد منزل‌های زیستی بلند آشیانه با جایگیر نمودن مرکزهای خدمت رسانی در آشیانه‌های یکم وسعت دارد. امروز با اشتراک گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان در محله باباجان غفورов جماعت شهرک حصار دو بنای استخداماتی که یکی از جانب صاحبکار نعمت الله فیض‌اللهیف و دیگری عمرجان علاوالدینov بنیاد شدند مورد بهره برداری قرار داده شد. همچنین در نزد بناهای استخداماتی جهت به سالمگردانی جلب نمودن نورسان جوانان میدانچه ورزشی به استفاده داده شد. من بعد ساکنان این بناهای بلندآشیانه امکان دارند در این میدانچه به ورزش مشغول شده تن خود را سالم نگه دارند. در دهه تردیبابای جماعت دهات دوربد مرکز خدمت رسانی عبارت از نقطه شستشوی نقلیات، مغازه فروش قسم‌های احتیاطی نقلیات و تعمیر نقلیات از جانب صاحبکار فیضعلی سنگ‌آف بنیاد کرده شده است. در این مجموعه خدمت رسانی 10 نفر با جای کار تامین کرده شدند. تدبیرهای بنیادکاری در شهر حصار ادامه داشت تا تجلیل جشن 30 سالگی استقلال دولتی باز چند انشاءات دیگر در اساس نقشه چهاربینی‌ها بنیاد و نوسازی کرده می شود. در ناحیه جیهون کارهای آبادانی و بنیادکاری بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی ادامه داشت تا به امروز در ناحیه 247 انشاءات ساخته مورد استفاده قرار داده شده است. وابسته به این موضوع همکاران ما گزارش می‌دهند. در دایره آمادگی‌ها به استقبال 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه جیهون بنیاد 298 عدد انشاءات گوناگون جشنی پیشبینی گردیده تا به امروز 247 عدد آن مورد استفاده قرار داده شده است. مورد ذکر است که صاحبکاران ناحیه جیهون با بنیاد مرکزهای گوناگون تجارتی در شفت شاهراه دوشنبه 5 پایان توجه زیاد دارند. گفته می شود که رشد سمت‌های گوناگون تجارت در شفت راه‌های اهمیت بین‌المللی داشته با بلند گردیدن سطح خدمت رسانی در رشته سیاحی نیز مساعدت می‌نماید.
نقطه فروش سوزشواری جمعیت دارای مسئولیتش محدود یونس جان از زمره اقدام‌های صاحبکار محلی عبدالحمید صمدو در این سمت میباشد. در این مجموعه تجارتی همچنین نقطه‌های تعمیر و شستشوی نقلیات، مغازه خوراکباری، داروباری و دیگر بخش‌های خدمت‌رسانی به راه مانده شده است. ما صاحبکاران تصمیم گرفتیم که در جشن 30 سالگی استقلالیت کمی هم باشد سهم ارزنده خودمون را بگذاریم. از اون جمله ساختمان نقطه فروش سوزشواری که در داخل او داروخانه، مغازه خوراک عمومی، نقطه تعمیر نقلیات، شستشوی افت-ماشین‌ها و از یکچند نقطه خدمت‌رسانی عبارت میباشد که بیش از 15 نفر باشندگان همین ناحیه صاحب جای کار میگردند. بنابر معلومات‌های به دست آمده در برابر به فعالیت شروع نمودن 3 عدد نقطه‌های فروش سوزشواری در شفت شاهراه واقع در قلمرو ناحیه جیهون جمع 45 نفر ساکنان محلی با جای کاری دائمی فرا گرفته می‌شوند. مقصد ساختمان این نقطه خدمت‌رسانی برای شهروندانی که در راه 5 پایان بختر، شهر بختر سفر میکنند خدمت‌رسانی خود را میرسانند که بعد ساخته به استفاده پر دادن این نقطه سودا و مرکزهای خدمت‌رسانی در هر یک کدام او نه کمتر از 15 نفر شهروندان خود همین ناحیه به کار دائمی تامین می‌گردند. با فعالیت شروع نمودن لاگر استراحتی تعلیمی استقلال در ناحیه جیهون از تحفه‌های ارزنده به استقبال جشن‌های در پیش ایستاده میباشد که در این موسم صدها نفر نورسان و کودکان به استراحت و فراغت فرا گرفته میشوند. قابل ذکر است که به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی در دیگر ساحه‌های ناحیه پیشروی‌های نظررس مشاهده می‌گردد. طبق معلومات‌های آماری در سال جاری از قلمرو ناحیه جیهون 28100 تن پیاز به خارج کشور صادرات کرده شده است که این از نقشه پیش بینی شده 1800 تن زیاد می باشد. خواجگیداران در این موسم 1900 گکتار پیاز کش نمودند تا به امروز 60000 تن پیاز جمع آوری نمودند. میدان کشت پالزی ها در ناحیه جیهون به 4023 گکتار می رسد که تا امروز در همه شکل های خواجگیداری ناحیه 170 تن محصولات پالزی استحصال کرده شده است. طور مسئولین اداره کشاورزی ناحیه اطلاع دادند جمع آوری حاصل زراعت ها ادامه داشته زحمتکشان تصمیم دارند که نشان دهنده های استحصالی را در همه سمت های خواجگی قشلاق افزون نمایند. تورالی صاحب نظر پرویز سفر از ناحیه جیهون برای برنامه اخبار. در ناحیه سنگوار به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد 107 انشاءات تعیینات گوناگون پیش بینی شده است. از این شماره تا همین دوره 74 انشاءات به استفاده داده شده، در 33 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی از روی نقشه ادامه دارد. گزارش ایدیگل محمود از ناحیه سنگوار. ساختمان بینای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سنگوار از جمله انشاءات کلانترین به شمار رفته. از روی لایحه بینای زمانوی از تهخانه و 2 آشیانه کشاد و برهوا اینچنین دیگر زیربناها عبارت می باشد. تا همین دوره سال جاری کارهای ساختمانی در انشاءات ذکر گردیده پورا به آخر رسیده. کارگران جمعیت دارای مسئولیتش محدود بیدک از روی نقشه کارهای رنگ‌وبارکنی داخل و بیرون بنا را انجام داده ایستادند تا انشاءات در مهلت پیش بینی شده و با صفت بلند به استفاده داده شود. سال جاری در مرکز جماعت دهات طویلدره ساختمان بینای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه سنگوار آغاز گردیده بود. بینای ذکر گردیده از 2 آشیانه و 6 کابینت کاری عبارت می باشد تا در آینده برای کارمندان حزب تمام شرایط‌های کاری مهیا کرده شود. تا همین دوره کارهای ساختمانی پورا انجام یافته. عین حال بناکاران به کارهای آبادانی گرد و اطراف بنا مشغول می باشند و انشاءات در عرفه به استفاده دهی قرار دارد. در ناحیه سنگوار سالها باز برای بیماران کسلی‌های سرایتی بینای علاهیده طبابتی موجود نبود. این است که سال جاری در روند برنامه‌های بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان و شریکان رشد در شفت بیمارخانه مرکزی ساختمان بینای نو زمانوی آغاز گردیده بود. تا همین دوره سال روان کارگران جمعیت دارای مسئولیتش محدود غیرت کارهای ساختمانی را پورا به انجام رسانیده. با مقصد فعالیت با نظام کارمندان ساحه تندرستی تمام شرایط‌های کاری و تجهیزات ضروری فراهم آورده شده است و این بینای خوشتر و زمانوی در عرفه جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می شود.
ناحیه سنگوار اصلا همسال استقلال دولتی کشور عزیزمان به شمار رفته. با افتخار این جشن مبارک در روند برنامه‌های آبادانی، بنیاد و از نوسازی ده‌ها انشاءات تعیینات گوناگون خواجگی خلق مرحله به مرحله عملی شده ایستاده است. طبق نقشه تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه 107 انشاءات خرد و بزرگ ساخته و استفاده داده می‌شوند. از انشاءات جشنی الکی 74 انشاءات ساخته و استفاده داده شده است و باقی مانده 33 عدد انشاءات تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان پرره ساخته و استفاده داده می‌شوند. ساکنان ناحیه سنگوار بهر عملی شدن هدف‌های سازنده اهلانه کار و پیکار می‌کنند تا این گوشه دوردست کشور عزیزمان باز هم آباد و زیباتر شود. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه سنگوار. در شهر استراوشان از 480 انشاءات که به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی باید مورد استفاده قرار گیرند، بیش از 70 انشاءات در جماعت دهات گل سرخ ساخته می شود. علاوه بر نقشه در دهات مذکور باز 8 انشاءات دیگر که برای تقویت بخشیدن اینفراساختور دهات پیش بینی شده‌اند بنیاد خواهند شد. گزارش مضبوط با بازوده. کارهای تعمیر و ازنسازی کلی راه کلان خیابان به نام اسماعیل سامانی، دهه شانه‌تراشان، شهرک گل سرخ در یک جایگی با بنیاد پل نقلیاتگر که از انشاءات‌های جشنی به استقبال سنه مکرم 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد، امروز در شهر استراوشان با مرام ادامه دارد. ارزش لایحه‌ای انشاءات زیاده از 7 میلیون سومانی را تشکیل داده با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، سهم صاحبکاران سربلند علاءالدین کلانوف و شکرالله اشورов با جوش خروش ادامه یافته ایستاده است. این راه و کوپرک مقتدر و موثر جهت به اعتدال آوردن تنبشگی نقلیات گوناگون تمغه در راه کلان خیابان به نام اسماعیل سامانی و نزد بازار مرکزی خوراکی شهر بنیاد گردیده ایستاده است. پهنایی راه 12 متر و درازی 600 متر را تشکیل داده در دو کنار راه جویبار آب مصفا، راه پیاده‌گردی با سفالک‌های منقش روی پشت بنیاد و شبانگاه با لامپ‌های معاصر الکترودیودی روشن می‌گردد. صاحبکاران موفق کوشش به خرج داده ایستادند که راه زیبای منفعش را تا روز تجلیل از جشن فرخنده عمومی ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آماده و تحفه نمایند. در پهلوی راست این راه تجدید شده ایستاده با زیاده از 5 میلیون سومانی مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و مهنت صافدلانه ساختمانچان جمعیت سهامی گشاده MPMK و راتپه شهر استراوشان بنای زیبای معاصر سه آشانه مؤسسه دولتی کالج هنرهای مردمی خامد افراخته ایستاده است. خرسندی بخش است که با دستان گل‌آفر دانشجویان و استادهای تعلیم استحصالی کالج مذکور در و تریزه‌ها و تالار راهروهای آشانه یکم کنده‌کاری، آشانه دوم گچکاری و آشانه سوم نقاشی کرده سقف و فرش و آثارخانه نوبنیاد گلکاری و منقش شده ایستادند. در خیابان آل سامان با دستگیری مالیاتی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استراوشان، صاحبکاران باننگ و ناموس و خیر و احسان ساکنان سخاوتپیشه بنای معاصر سه آشانه با تخانه وسیع بر هوا برای فعالیت با نظام و آینده کارمندان شعبه مبارزه علیه جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر استراوشان بنیاد گردیده ایستاده است. انشاءات طبق لایحه معاصر خیلی زیبا و دیدنی ساخته شده در عرفه جشن سعید استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار می‌گیرد. صاحبکاران سربلند و موفق استراوشان باستانی برابر بنیاد و نوسازی کامل انشاءات سطح مختلف همزمان جهت استحصال محصولات واردات و وصل کننده نیز سعی و کوشش به خرج داده ایستاده‌اند. صاحبکار استراوشان شرف عظیموف با پیشنهاد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سور و شهر استراوشان امروز به بنیاد کارخانه استحصال روغن‌های مولدینی تکنیکای کشاورزی و تحلیلگاه مجهز با واسطه‌های دقیق‌سنج شغل می‌ورزد که در دولت‌های آسیای مرکزی نظیر ندارد. پس از مورد استفاده قرار گرفتن این کارخانه جدید، ده‌ها نفر اهالی بیشغل شهر و دهات با کار دائمی و معاش خوب تامین گردیده سطح زندگیشان را از این هم بالا می‌برند. مضبوط بابازاده از شهر استراوشان برای برنامه اخبار. دوام سالهای صاحب استقلالی در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان با بنیاد اینفراساختور کامل راه و نقلیات روابط نقلیاتی با دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت تامین گردید. امروز مسیر کلاب، درواز، خارق و برآمد توسط گذرگاه‌های قلمه و جمهوری مردمی چین به شاهراه اهمیتی بین‌المللی تبدیل یافت. گزارش خبرنگاران ما.
از آن روز فتح و کشایش که کوه بیستون سنگ دری بسه دروز سیاه کوه دیودره و کمربند تیاق پرتو و جانبلب به تیغ پرمگری راهکشایان و کوکنهای با مهارت و شجاعی وطن تسلیم گشت و ضرب تیغ راهساز سنگ خارا را به ناله آورد و نخست ترکیش 61 تانه از فتح راه کوهی تنگنا و تبدیل سیاه کوه دیودره دهشتبار به گلدره ایام صاحب استقلالی درک داد. بیشتر از 21 سال گذشته باشد هم باید دانست و به جهانیان فهمانید که این راه بخت و دولت، شاهراه عظیم نصرت و فتح، راه بینظیر کوهی کلاب قلعه خم، یکی از آن گنجهای پیوسته پیشوای معظم و فیض‌پرور ملت محترم امام علی رحمان است که با دست پر اعجاز و زحمت شبانه روزی بیشتر از 182 نفر راهکشایان اصیل وطنی، پرمگر و کوکنها، ترکشگران با مهارت و بلدوزرچیان صاحب تجربه ساخته در کوتاه‌ترین مهلت مورد استفاده دائمی قرار داده شد. سالها می‌گذرند ولی این پدیده نیک همچون افسانه شیرین در خاطرها باقی مانده. در صفحه شاهکتاب عصر و زمانها از آن یادرس می‌نمایند که روز 30 ژانویه سال 1999 در موضع یخچ پایان درواز راه دلها را از سرگه پامیر تا ختلان قد رود 5 شادند. امروز رفت او به دروازه بدخشان درواز یک سفر مقرری را میماند. هر ساکنی داخل و خارج کشور از صداقت و سرراستی سمت کرم و نکوکاری راهبریت عالی مملکت امکان دارد که با تشریف قدم ارزانی داشتن به بدخشان تاجیکستان اولتر از همه از درواز با طبیعت حلاوت بخش و روح افزا، شاهکاری های سحرانگیز و پراسرار، منظره های جذاب و دلربا، آبهای پرخروش و نقرتاب چشمساران، دره های صحراسا، قله های آسمانبوس بارخ سفید برف های دائمی زینت یافته، دهات زیبای در دامن کوه واقع گشته، انشاءات های نوینی با برخورداری از شهد استقلال وطن در حدود درواز نوین بنیاد یافته شناسایی پیدا نمایند. واقعا با حیات آسایشته و به تشویش ساکنان دهات، طبیعت پرشکوه و گاه دهشتناک کوهساران آشنا شده، کوهساره و قلعه‌هایی را که زمان کس ناگذر و دهشتبار بودند ببیند و حلاوت برد. محض همین شاهراه بینظیر کلاب قلعه خم طی سالهای مورد استفاده قرار داشتنش رشد بیمیلان و قوی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان را معین نموده درواز را به یکی از دروازه‌های مهمترین علاقه داخلی و بیرونی جمهوری تبدیل داده است و نقش ارزشمند و بابقای خویش را در پیشرفت باثبات حیات اقتصادی و روزگار هر ساکن مقیم کوهساره درواز گذاشته است و خواهد گذاشت. هر دهه اهالی نشین که این شاهراه عظیم از پیشگاه آن میگذرد روز از روز آباد و زیبا گشته. قد راه انشاءات‌های معاصر و مختلف خدمت رسانی و کمونیکاسیونی، دهه‌های خوش‌طرح و زمانوی اهالی نشین، مرکزهای سودا و خدمت رسانی‌های تکنیکی، مهمانخانه و بارگاه‌های معاصر تعلیمی و طبی بنیاد یافته. مانع و مشکلات در رفت آمد طرفین نقلیات بارکش و مسافربر، انتقال مال و مواد به نظر نمی رسد. مهمتر از همه با رفت آمد طرفین ساکنان داخل و خارج کشور درخت دوستی نشونما یافته از میوه شهدبارش خرد و بزرگ تاجیکستان آباد و آزاد برخوردار گشته است. در ناحیه فرخور عین زمان بیش از 200 نفر بانوان صاحبکار در یکجایگی با اساسیاسیون ملی بانوان صاحبکاری ولایت ختلان فعالیت می‌نمایند. در ناحیه بانوان اساساً در ساحه صنعت، کشاورزی و رشد هنرهای مردمی به فعالیت صاحبکاری مشغولند. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان. برای تامین پیشرفت وضع اقتصادی و اجتماعی، تشکیل جایهای نوی کاری، رشد استحصالات و وسعت تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری در اساس تطبیق سیاست اقتصادی حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه فرخار نسبت به دستگیری و رشد فعالیت صاحبکاری چاره‌های مشخص عملی کرده می‌شود. در این زمینه بانوان نیز در بخش‌های گوناگون خواجگی خلق از جمله ساحه صنعت و کشاورزی به فعالیت صاحبکاری مشغولند. با مقصد دستگیری فعالیت صاحبکاری بانوان، موافق معلومات مسئولین، عین زمان قریب 200 نفر بانوان صاحبکار ناحیه همکاری خویش را با اساسیاسیون ملی بانوان صاحبکاری ولایت ختلان براه ماندند که در دایره این همکاری از سبب دستگیری مالیوی و برخوردار شدن از قرض‌های امتیازناک،
فعالیت صاحبکاری به عنوان در بخش استحصالات صنعت خوراکواری رشد هنرهای مردمی و پیشرفت ساحه کشاورزی گسترش پیدا می‌کند. با ابتکار اساسیه ملی به عنوان صاحبکار ولایت ختلان و ریاست کار با زنان و اولیای مقامات اجرا کننده دولتی ولایت ختلان در ناحیه فرخار تحت عنوان صاحبکاری عامل اساسی پیشرفت اقتصادیات چهاربینی آموزشی دایر گردید. در این تدبیر به عنوان که در ساحه صنعت کشاورزی و رشد هنرهای مردمی به استحصالات مشغولند، محصول مهنت خویش را به معرض داشتند. طور گفته شد از حساب تشکیل مرکزهای آموزشی هنرهای مردمی، تأسیس کارگاه‌های دوزندگی و بنیاد کارگاه‌های استحصال محصولات نانی و قمنادی به عنوان صاحبکار شماره معین جوان دختران به عنوان دهات را به کار جلب نمودند. به اندیشه مسئولین امروز از شماره عمومی به عنوان صاحبکار یک چند نفر آنها با استفاده از مبلغ‌های گرانتی فعالیت دارند. در این تدبیر تاکید شد که به عنوان صاحبکار امکان دارند که با پیشنهاد لایحه از این دستگیری مالیوی برخوردار گردند. تشکیلات جمعیتی نسیمه که برای به کسب و هنرآموزی جلب نمودن جوان دختران با استفاده از مبلغ‌های گرانتی در دو دهات کورس‌های کوتاه مدتی آموزشی را تأسیس داده است. امسال کورس دوزندگی تشکیلات جمعیتی مذکور را 45 نفر جوان دختران ختم نمودند. در این چهاربینی باز به 20 نفر ختم کنندگان کورس دوزندگی شهادتنامه تقدیم کرده شد. برای هوسمندی هنرمندان 10 نفر به عنوان و یک چند نفر اعضای اساسیه صاحبکاران ناحیه که همکنون به فعالیت صاحبکاری شروع نمودند از طرف اساسیه ملی به عنوان صاحبکار ولایت ختلان دستگیری مالیوی کرده شد. حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد دستگیری فعالیت صاحبکاری و رشد بخش خصوصی در برابر جاری نمودن امتیاز و سبکی‌های برای تامین و دسترسی و سرمایه و مبلغ‌های گردشی قرض‌های امتیازناک بانکی تدبیرها عملی می‌نماید. در شهر ناحیه ولایت سوخ بخش بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان امانت بانک حجم قرضدهی را به ساحه‌های اقتصادی خصوصاً بخش استحصالی زیاد نموده است که از زمینه‌های افزون گردیدن حجم استحصال و تامین بازار استعمالی میباشد. گزارش افضل رحمان و دلشاد یوسفی. در دوام نیم ساله اولی سال روان از جانب فیلیال‌های بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت با 5700 نفر در حجم 210 میلیون سومانی قرض بانکی داده شده است که این نسبت به 6 ماه اولی سال گذشته 35.7 میلیون سومانی زیاد است. نمایندگان ساحه‌های گوناگون، بخش‌های صنعت سبک، هنرمندی، رواج کارهای خانگی، کشاورزی از جمله باغداری، چاروداری، پرنده پروری، دیگر ساحه‌ها در مجموع نمایندگان بخش خصوصی استحصال کنندگان محصولات دستگیری مالیوی یافتند. زیرا این قرض‌های دراز مهلت و فایزشان پست میباشد. امتیازهای قرضی و مکانیزم قرضی هوسمندی صاحبکاران و اهالی را زیاد میکند. قسم مبلغ‌های قرضی به ساحه کشاورزی، پیشبرد فعالیت خواجگیداران و سهامداران در کشت و پرورش زراعت و سبزیجات، کارتوشکا، پالیزی، باغداری، چارواپروری، پرنده پروری روانه گردیده با 2800 نفر 46 میلیون سومانی قرض‌های امتیازناک بانکی پیشنهاد شده است. در هر یک شهر و ناحیه ولایت سوخت با استفاده از این مبلغ‌های گردشی صاحبکاران انفرادی و اهالی به رشد ساحه کشاورزی نائل می‌شوند. ناحیه جبار رسولوف ناحیه اگرری میباشد. در ناحیه برای رشد ساحه کشاورزی امکانیت‌ها خیلی زیادند. از جمله زیاد کردن استحصال پخته، غله، میوه، رشد چاروداری و پرنده پروری امکان می‌دهد که خواجگیداران کشاورزان درآمد بیشتر گیرند و بازار را با محصولات عضوخواری تامین نمایند. از جانب فیلیال رقمی 35 بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در ناحیه جبار رسولوف از حجم عمومی 2 میلیون سومانی قرض بانکی پیشنهاد شده 1.8 میلیون سومانی به ساحه کشاورزی از حساب ذخیره‌های قرضی کشاورز میباشد. از این حساب 115 نفر ساکنان ناحیه، سروران خواجگی‌های دهقانی، صاحبکاران انفرادی و شخصان الهایده که در بخش کشاورزی فعالیت دارند با مبلغ‌های گردشی تامین شده‌اند. سهامدار خواجگی دهقانی ارگشبابای جماعت دهات سامانیان ناحیه صداقت دوستمتوبه از حساب 100,000 سومانی قرض بانکی که با 18% سالانه برای 3 سال پیشنهاد شده است یک جای با اهل عائله و سهامداران خواجگی حجم استحصال زراعت، سبزیجات، میوه و پالیزی را افزون، چاروداری، پرنده پروری و زنبور عسل پروری را رشد می‌دهند. افزایش حجم استحصال محصولات کشاورزی، چاروا، پرنده و زنبور عسل اساس درآمدناکی بهتر گردیدن سطح زندگی اهل خواجگی بوده، آنها در فراوانی بازار استعمالی با محصولات عضوخواری سهم می‌گذارند.
دستگیری دولتی قرض امتیازناک بانکی به مهلت 3 سال با استفاده پرثمر زمین، بلند برداشتن بازده زمین و گرفتن درآمد اهل خواجگی دهخانی به نام غفور علیماتوف در جماعت دهات غولک‌انداز ناحیه جباررسولوف مساعدت نموده ثمره می‌دهد. در خواجگی بهره تامینی با اعتماد زمین‌های کشت با آبی فلزی چاه عمودی ساخته شده. در خواجگی اساساً پخته، غله، سبزوات استحصال و محصولات چارو بلند برداشته می‌شود. ساکن دهه غولک‌انداز ناحیه جباررسولوف محمود علیماتوف از حساب قرض بانکی امتیازناک 4 سر چارواهای کلان شاخدار و 10 سر گوسفند خریده برای استحصال گوشت پرورش می‌نماید و پرورش چاروا همسر و 2 فرزند وی جلب برای نگهبانی چاروا شرایط مطابق با طلبات ذوبایطاری آب و غذادهی مهیا کرده شده است. ساکن دهه با استفاده از تجربه مساحت خردی قطعه نزد حولگی خوراک چاروای استحصال خودی چاروا را پرورش و فربه کرده برای گوشت تیار می‌نماید که شغل درآمدناک است و همزمان برای تامین بازار با گوشت چاروا سهم می‌گذارد. چنین مثال‌ها شهادت آن است که زیاد نمودن حجم قرضدهی به ساحه‌های اقتصادی و رشد صاحبکاری استحصالی، افزون نمودن حجم استحصال محصولات طلبات بازار استعمالی در بخش خصوصی مساعدت می‌نماید، اساس درآمدناکی و بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی اهالی میباشد. برای رشد ساحه کشاورزی در برابر رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی و تجربه پیشقدم استفاده تخم‌های سرحاصل و مطابق شده با اقلیم مهم است. عالمان ساحه کشاورزی مملکت با استفاده از امکانات موجوده برای کشاورزان تخم‌های سرحاصل غله را پیشنهاد می‌نمایند. گزارش گلچهره ستار. به استفاده تخم‌های با صفت بلند برداشتن نشاندادهای استحصالی غیر امکان است. خواجگیداران مملکت تلاش می‌نمایند که سال از سال از تخم‌های استحصالی وطنی و خارجی حاصل فراوان‌تر به دست آورند. در این کار باید از توصیه عالمان ساحه و تخم‌های اعلی صفتی که متخصصان به استحصالات وارد نمودنشان را منفعت‌آور می‌حسابند استفاده کرد. اینستیتوت زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در تابعیت خود 1234 گکتار زمین‌های کارم دارد که از آن 723 گکتارش زمین‌های کارمی آبی اند. در این زمین‌ها عالمان نوع‌های بهترین غله دانگی و پخته کشت نموده بعد گرفتن حاصل غله در کشت تکراری در میدان 260 گکتار جواری مکه برای دان، جواری مکه برای سیلوس، ماش، لوبیا، شالی و چهارمغز زمینی کشت می‌نمایند. عالمان اینستیتوت زراعتکاری اکادمی علمی کشاورزی تاجیکستان آن نوع‌های اختراع کردند که با خشکی توباور از کسالی آزاد میباشند. به مانند گندم آرمان، صداقت، الکس، شاکری، فرهادی 60 و دیگر نوع‌هایی که در تمام منطقه‌های جمهوری ما کشت کرده میشود و حاصل دید خوب به دست آوردن ممکن. اگر پورا ما اگروتکنیک پرورش این زراعت را پورا برآوریم ما به مقصد خود یعنی که میرسیم. عالمان ساحه باید نوع‌های تخمی را به دهقانان برای کشت و کار توصیه دهند که از زمین‌های کارم آبی نباید از 50-60 سنتنر کمتر حاصل گیرند. هستند در جمهوری خواجگی‌هایی که تا 70-80 سنتنر حاصل غله به دست می‌آورند، ولی شماره این گونه خواجگی‌ها نه آنقدر زیاد است. در این سمت عالمان ساحه را می‌باید در پهلوی دهقان و با توصیه‌های مفید یاری رسانی کشاورز باشند تا نتیجه کارهای علمی آنها نظررس و منفعتبار گردد. هر سال در همین خواجگی تجربه زراعتکار، خواجگی تجربه زرنیسار، خودی از قیده تجربه اینستیتوت قریب 1,500 تن ما تخمی جمع میکنیم. اگر ما تمام اگروتکنیک پرورش این زراعت رو ما پورا برآوریم، آنگاه ما از 50 تا 60 سنتر گرفتن ممکن که حاصل خود. در بعض منطقه‌ای که ما با آنها همکاری داریم که چورکی شهر اسفره، کوآپراتیو استحصالی مهرجان نوحه دنقره، نوحه موین‌آباد، فرخار از 65 تا 70 سنتر حاصل میگیرند. با دیدروی غله متخصصان نوع‌های گوناگون تخمی‌های وطنی را آماده می‌سازند که با آب طلبات کمتر داشته از کشتش خواجگیداران حاصل خیلی فراوان به دست می‌آورند، زیرا در برابر انتخاب قطعه زمین و رعایت اگرتکنیکای پرورش عامل دیگری فراوان حاصلی تخمی اعلی صفت به شمار می‌رود. اون نوع‌هایی که ما در کتاب‌های نمایشی نوع‌های وطنی که کشت می‌کنیم حاصلناکی دلخواهی که می‌دهد ما البته با تخم پوشک‌ها تازه نمونده برای خواجگیداران پیشنهاد میکنیم. بعد با خواجگیداران توصیه میدهیم که نوع‌هایی که عالمای تاجیک امروز اختراع کرده شدند پتانسیل هم حاصلناکی هم پتانسیل اقتصادیش بلند بوده برای ثمره‌ناکی و درآمد خواجگی این یک فایده خوبی میباشد.
امروز از هر وقت دیده برای کشاورزان مملکت مصلحت عالمان ساحه در مسئله حفظ زراعت از ضرررسانها، انتخاب و تأمین تخمی با صفت ضرورت دارد. خواجگی و قطعه‌های تجربوی که به کارخانه‌های زیرتابع اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان وابسته است، از هر جهت کارشان باید لایق پیروی و نمونه برای دیگر خواجگی‌های دهقانی جماعی، عائلوی و انفرادی باشد. زیرا امروز تأمین سبد استعمالی فراوانی محصولات نیازی اول از همکاری سودمند عالمان ساحه با کشاورزان، یعنی توأم بودن علم با استحصالات، وابستگی خیلی زیاد دارد. خوجگیداران کооپراتیو تجارتی انگورباغ ناحیه جلالدین بلخی به جمعآوری حاصل انگور آغاز نمودند. فراوانی حاصل امساله انگورباغ امکان می‌دهد که باغپروران در برابر تأمین بازارهای داخلی انگور را همچنین در همکاری با صاحبکاران به خارج کشور صادرات نمایند. از رفت جمعآوری و صادرات حاصل انگور همکاران امان خدایداد رجب و اسکندر سعید گزارش آماده نمودند. کооپراتیو تجارتی انگورباغ در جماعت دهات نوایی ناحیه جلالدین بلخی هنوز 9 سال پیش در زمینه 21 هکتار زمین تأسیس داده شده بود. همکنون سال ششم است که خواجگیداران از آن حاصل دلخواه برداشته ایستادند. طور رهبریت خواجگی اظهار می‌دارند این باغستانی فراوان حاصل سرچشمه تامین روزگار 20 نفر سهامداران آن میباشد. امروزها با استفاده از باد و هوای مناسب انگورپروران حاصل با زحمت پروریده خود را جمع‌آوری نموده ایستادند. نتیجه زحمت شبانه روزی سهامداران است که سال از سال حاصلناکی انگورباغ زیاد می‌گردد. طبق پیشبینی‌های متخصصان ساحه در موسم امساله حاصلناکی میدان انگورباغ این خواجگی تا 450 سانتی خواهد رسید. شهر ترسونزاده آمده جلالدین بلخی به 21 هکتار باغ بنیاد کردیم. 12 نبات انگور سورت داریم. دمسک سفید، دمسک سیاه، مرسدس، شاخانه، من این پرزیدنت انگور، کشمیش سفید، کشمیش سیاه، نغز شده است. از ترسونزاده 20 روز فرق میکند. اینجا پیش میپردد. قابل ذکر است که جهت رشد ساحه باغداری دوام 9 سال فعالیت خواجگیداران کооپراتیو تجارتی انگورباغ ناحیه جلالدین بلخی همکاری را با دهقانان با تجربه شهر ترسونزاده خوب براه ماندند. اکرمجان عزتов در ساحه باغ و تاکپروری تجربه خوب برداشته همکنون اسرار و نازکی‌های انگورپروری را به دیگر خواجگیداران و دهقانان ناحیه می‌آموزد. با گفته او اقلیم منطقه باختر برای رشد باغ و تاکپروری بخصوص رویانیدن حاصل دلخواه نمودهای گوناگون انگور خیلی مساعد می باشد. آب خاک زمین ناحیه جلالدین بلخی همین انگور به مطابق بسیار معقول شد. زمیناش من انگورا مثال ما به خیلی رگر به خیلی نمیشود. ترسونزاده به اینجا من پیشتر با دانش کلانه حاصلش نغزه. نتیجه زحمت پرمحصول باغپروران در سمت رشد ساحه انگورپروری بود که عین زمان در کооپراتیو تجارتی انگورباغ ناحیه جلالدین بلخی 12 نوع انگورهای خوشصفت پرورش کرده می شود که هر نوع آن در ماه و موسم‌های گوناگون پخته می رسند. این امکان می دهد که خواجگیداران شروع از ماه اول تابستان تا فرارسی موسم سرما بازارهای کشور را با میوه انگور تامین نمایند. اینک دوام 3 هفته می شود که صاحبکاران از این خواجگی انگور خوش‌طعم را خریداری نموده به بازارهای داخل و خارج کشور صادرات کرده ایستادند. تا امروز علاکه 20 تن به خارج کشور فروخته شد. محصولات ما را بهای بلند داده. ما دهقانان کوشش کرده ایستادیم که محصولات خود را به دیگر دولت صادرات کرده نام تاجیکستان عزیز را بلند برداریم. مورد ذکر است که در برابر دهقانان و باغپروران اینچنین صاحبکاران نیز در سمت صادرات محصولات گوناگون کشاورزی هوسمند میباشند، زیرا از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان یک قطار امتیازها در سمت صادرات محصولات به خارج کشور جاری گردیده است. با نظر داشت امتیازهای مذکور امروزها صاحبکاران وطنی طریق ایستگاه‌های راه آهن مال و محصولات استحصال نموده کشاورزان ولایت خطان را به مشکلی به دیگر دولت‌ها صادرات کرده ایستادند. در ناحیه میدان عمومی باغ و تاکزارها به مقدار 1240 هکتار می باشد که از آن جمله 40 هکتارش را تاکزارها تشکیل می دهد، انگور باغ‌ها تشکیل می دهد. تا امروز علاقه 25 تن استحصال گردیده است و به بیرون از مرز جمهوری صادرات کرده شده است.
хоҷагидорони ноҳияи ҷалолдини балхӣ вобаста ба имкониятҳои хеш сол аз сол майдони боғу тогзорҳоро васеъ намуда дар таъмини бозорҳо бо меваҳои хушсифат ва ҳамчунин афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷи кишвар саҳми арзандаи худро гузошта истоданд. худоидоди раҷаб, искандари саид, ноҳияи ҷалолдини балхӣ, барои барномаи ахбор. ба андешаи мутахассисони соҳаи тандурустӣ истеъмоли шири буз ба саломатӣ фоидаовар аст. дар тартиби шири буз миқдори минералҳои калсий, фосфор ва дигар витаминҳои фоидаовар мавҷуд буда ба бемориҳои самулхӯрда, ташаккули бофтаи устухон ва шуш давобахш мебошад. доир ба аҳамият ва хусусияти шифобахшии шири буз бо такя ба андешаи мутахассисони соҳаи тиб ҳамкоронамон гузориш омода кардаанд. ба андешаи мутахассисони соҳаи тандурустӣ истеъмоли шири буз ба бемориҳои зиёд аз ҷумла ба эътидол овардани кори меъдаю рӯда, афзоиши гемоглобин, беҳтар кардани кори дилу рагҳо муфид аст. шири бузро табибон ба кӯдаконе ки ба норасоии витамини Д дучор шуданд бештар тавсия медиҳанд. дар шири буз миқдори зиёди кобалт мавҷуд мебошад ки ин яке аз қисми витамини B12 мебошад ки витамини B12 барои ҳосил шудани гемоглобин дар хон ё ин ки афзоиши хун дар организм ба шумор меравад ки ин ба бемороне ки камхунӣ доранд ба онҳо низ аҳамияти зиёд дорад шири буз. бисёр шахсоне ки ширигов истифода мебаранд онҳо шикоят мекунанд аз дарди меъдаю рӯда пас аз истеъмоли ширигов ё ин ки ба дарунравӣ, дарди сар ва шири буз бисёр аҳамияти хуб дорад ки ба дарунравию дарди меъдаю рӯда ин шикоятҳоро наметиҳад ва кори меъдаю рӯдаро бисёр хуб мекунад. кӯдаконе ки бемории рахит доранд устухонҳои онҳоро мустаҳкам мекунад ва ба кӯдаконе ки шири сунъӣ мехӯранд шири буз агар истеъмол кунанд ба кӯдакон тиҳанд метавонад ки аз дарунравӣ ё ин ки исҳол, аз диатезҳо ё ин ки аллергияҳо мегӯем, аз ин бемориҳо эмин нигоҳ дорад кӯдакро. ба андешаи олимони соҳаи тандурустӣ шири буз ниёзҳои физиологии бадани инсонро нисбат ба шири гов бештар таъмин мекунад. қалнокии таркиби шири буз нисбат ба шири гов камтар буда он қувваи баданро пас аз бемориҳои вазнин зудтар барқарор мекунад. таркиби шири буз миқдори минералҳои калсий, фосфор ва дорои витаминҳои B, B2, S, A буда ба бемориҳои ташаккули сусти бофтаи устухон ва шуш давобахш мебошанд. шири буз дар таркибаш боз миқдори зиёди калий дорад ки ин барои фаъолияти кори дилу рагҳо бисёр аҳамияти зиёд дорад ва шахсоне ки бо бемории дилу рагҳо дорад ё ин ки бемории фишорбаландӣ дорад ё ин ки кашишхӯрии дасту пойҳо доранд онҳо метавонанд назар ба шири гов зиёдтар шири бузро истеъмол намоянд. дар таркиби шири буз нисбат ба шири гов 6 маротиба кабалит зиёд аст ва он манбаи бои витамини B12 низ мебошад ки гардиши хунро мутаъдил намуда раванди метаболизмро мутаъдил мегардонад. муҳаммад муъминзода, Баҳодури Қурбон, Фирӯзи Мусо, Ахбор. дар ноҳияи ашти вилояти Суғ мусобиқаи варзишии футболи хурд барои дарёфти ҷоми ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бо иштироки дастаҳои деҳоти ноҳия идома дорад. Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон гузориш медиҳанд. мусобиқаи варзишии футболи хурд барои дарёфти ҷоми ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бо мақсади ҷалби бештари наврасону ҷавонон ва шаҳрвандони касбу кори гуногун ба футбол, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва оммавӣ гардондани варзиш баргузор карда мешавад. дар расми кушоди мусобиқаи футболи хурд ки бо иштироки дастаҳо аз деҳоти ҷамоати деҳоту шаҳраки ноҳия, сокинони касбу кори гуногун, мухлисону шавқмандони футбол дар маркази ноҳия шаҳраки Шайдон баргузор гардид. раёсати комиҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ашт, намояндагони бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, муассисаи давлатии мактаби махсуси варзишии ноҳия, ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон, созандагони ватани назди комиҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳия таъкид доштанд ки дар ноҳияи Ашт бо дастгириҳои пайвастии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғ ва ноҳияи Ашт дар даврони соҳибистиқлолӣ иншооти зиёди варзишӣ бунёд дар ноҳия маҳфилу сексияҳои варзишӣ амал мекунанд ва ҷавонону наврасон ба варзиш бештар ҷалб шуда варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ
мейдони оммавӣ мегардад. дархости дастаҳо барои ширкат дар марҳилаи аввали мусобиқа оид ба футбол аз аксари деҳаҳои ҳамаи ҷамоати деҳоту шаҳраки ноҳия ва шавқмандони зиёди ин намуди варзиш шаҳодати оммавӣ гардидани футбол мебошад. ба дастаҳои деҳоти ноҳия барои ғолибият дар ин қуввозмоии соли ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ муваффақияту пирӯзӣ таманно карда шуд. дар рӯзи нахустини мусобиқа дастаҳои футболи деҳаҳои Саро, Бободархон ва Хиштхонаи ҷамоати деҳоти Понғози ноҳии Ашт байни ҳам қуввозмоӣ намуданд. мусобиқаи варзишии футболи хурд барои дарёфти ҷоми ҳизби халқии демократии тоҷикистон байни дастаҳои ғайрикасбии деҳаҳои ноҳии Ашт бо қуввозмоии дастаҳои деҳаҳо идома дошта, ғолибони марҳилаи якум ба мусобиқаҳои ноҳиявӣ ва минтақавию вилоятӣ роҳ меёбанд. мусобиқаи варзишии футболи хурд дар майдонҳои варзишии тозабунёди марказ ва деҳоти ноҳии Ашт ҷараён доранд. бинандаҳои азиз, ин буд нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор. хайр, тансияту хонобод бошед. Та боздид.